خیلی خوش اومدید به قسمت جدید برنامه راهشناس. هدف گذاری چیه و چجوری باید هدف بذارین؟ سلام، حالتون چطوره؟ سلام، قربون شما، مرسی، ممنون. منم عرض سلام دارم خدمت عزیزان. امروز در خدمتتون هستیم با جلسه جدیدمون، فکر کنم جلسه 4مون بخواد باشه که می‌خوایم در مورد هدف و هدف گذاری صحبت بکنیم. دقیقاً. خیلی از بچه‌ها داخل دایرکت و زیر کامنت‌های پست قبلی از ما درخواست داشتن که در خصوص مسئله هدف گذاری صحبت بکنیم. میگه آقا من یک هدفی رو تو ذهنم انتخاب میکنم، مثلا میگم من دوست دارم پولدار بشم، پس چرا نمیشم؟ آیا این اصلا هدف گذاری درسته؟ چجوری ما باید بیایم یک هدفی رو بذاریم، یک هدفی رو انتخاب بکنیم که هم واقع بینانه باشه و هم بتونیم بهش برسیم؟ دوست داریم توی این قسمت در خصوص این موضوع صحبت بکنیم. خیلی خوب. ببین، ما خواسته‌های زیادی داریم، ما دلبخواه‌های زیادی داریم، ما برنامه‌های زیادی داریم. اگه بخواد تبدیل بشه به هدف، بس 3 تا ویژگی توش باشه. اول اینکه باید قابل دستیابی و مشخص باشه. من اگه همینطور که شما گفتی بیام بگم آقا من میخوام پولدار بشم، مشخص نیست. حالا قابل دستیابی شاید باشه، پولدار شدن، ولی مشخص نیستش، معلوم نیستش به چه شکلی، از چه راهی. مثلا این پولدار شدنه، مثلا چقدر پولو میگم مثلا پولدار. یه وقت من به شما میگم آقا یه خورده پولداری بهم بدی، میخوام سوار اسنپ شم، تو یه پولی به من میدی. یه وقتی میگم میذاره پولداری من بدی، میخوام یه خونه بگیرم، تو یه مقدار دیگه میدی. ما باید قابل دستیابی و خیلی مشخص این قضیه رو برای خودمون بگیم. حالا اینکه مثلا گفتنش آیا مثلا خیلی کمک میکنه؟ آره، واقعا خیلی کمک میکنه. ببین، من وقتی که بخوام یه چیزی رو بگم قابل دستیابی هست، مشخص هست، یعنی اینکه من دارم پیش خودم ایمیجین یا اون تصویرش رو دارم تو ذهن خودم دارم میسازم. وقتی من تصویر خوش رو بخوام تو ذهنم بسازم، کم کم سعی میکنم که برم دنبال مؤلفه‌های بعدی تا اینکه اتفاق خوب بیفته. حالا اگه بخوام 3 ویژگیشو بخوام بهتون بگم، اولیش قابل دستیابی بودن و مشخص بودن یک هدف هست. بعد قابل اندازه‌گیری بودنشه. مهدی، وقتی ما یه هدف رو داریم باید قابل اندازه‌گیری باشه، باید یه پارادایمی هم براش بذاریم، که یه متر و معیاری هم براش بذاریم که بتونیم پیشرفت پسرفتش رو اندازه‌گیری بکنیم. من به چی میگم هدف، تا چه مقدار میگم هدف، به چه شکلی. قابل اندازه‌گیری یعنی مثلا همون پوله رو مثلا من بتونم بیام هر ماه بشمارم و بیام بگم مثلا این ماه اینقدر شد، اون ماه اینقدر شد، اینجوری شد اونجوری شد، بتونم رو نمودار بیارم، بتونم بگم ضعف و قوتو. وگرنه الان هر کسی مثلا باشه میگه من درسو خوندم، معلمی که امتحان میگیره و با امتحان یه نمره میده، این نمره میشه چی؟ ارزشیابیه که میاد برمیگرده میگه خوندی یا نخوندی. با ما کاری ندارن که خوندی یا نخوندی، که ارزشیابی. درسته؟ به رانندهایی که دارن تون میرن میگه تون رفتی، نه من تون رفتم. دوربینه که داره تو رو میزنه و اینو داره به تو گوشزد میکنه. و مورد بعدی هم زمان بندی داشته باشه، یعنی اون خواسته ما، تمایل ما یک زمان بندی داشته باشه. بله، من از اول تا آخرم دوست دارم که معروف شم، دوست دارم که پولدار شم، دوست دارم که مثلا موفق شم، خب، ولی اینکه من زمانی خاصی واسش نخوام بگم، از بدو تولد تا پایان مرگم میتونم این قضیه رو فقط بارهای بار چیکار بکنم؟ تکرار بکنم. من میخوام خونه بگیرم، حالا فرض کن که خیلی مشخص گفتم چه خونه‌ای به چه شکلی، معیاراش اومدم گفتم قابل اندازه‌گیری بخواد واسم باشه. مثلا من بعد بتونم هر 3 هفته پول لاغر مترشو به دست بیارم. مثال میزنم، یه چیزی به خودم بگم، یه زمانی هم بعد براش بذارم دیگه. بگم تا فلان سن من میخوام مثلا ماهی 100 میلیون درآمد زمانی باید بذارید. ببینید که معلم مدرسه و تو دانشگاه ما هم به ما نمیگفت که قرار فلان تایم امتحان باشه شما بخونید، ما نمیخوندیم. ولی وقتی که امتحان سفت و سخته، یک وجاهت قانونی داره، میدونی، یه وجهی داره واسه من که دیگه ببین جا واسه جبران نیست، من باید بخونم، من باید کار بکنم، میام جلو و یه کاری انجام میدم. مثلا وام بانکی اینجوری هر وقت داشتی برو بیار، خب هیچ وقت آدم نمیره بیاره. ولی وقتی که میام بهت میگن آقا نه این تایم فلانه، اگه نری اینجور میشه اونجور میشه، بازدارندگیایی هستش، سری ناخودآگاه تلاشه بیشتر میشه، خیلی بیشتر یعنی میشه. چون اون فشاره هست که آقا من باید تو سر ماه مثلا انقدر چک پر بکنم، انقدر مثلا وام بدم، صبح بیدار شدن فرق داره. مهدی، پسری که میره ازدواج میکنه، یه پله بالاتر فرزنددار میشه، پیش خودش میاد احساس میکنه که خب حالا پس من باید حتی رفتارهای خودم و کردار خودم و یه سری ویژگی‌هایی که خودم داشتم خیلی هم بهش اهمیت بدم، بعد اینا رو مدیریت کنم، بعد اینا رو بهتر بکنم. من باید اون حس سرپرستی رو داشته باشم، مراقبت رو داشته باشم. من باید بتونم رفاه رو ایجاد بکنم. روی کاغذ اینجوری هستش که تو همون کارو داری انجام میدی، اون حقوقو داری میاری، حالا بعد تقسیم بر 2 شه، 3 شه، شاید پس فردا 4 شه، 5 شه، پس حتما کم میاد. در صورتی که اصلا اینجوری نیستش و اصلا کم اومدنه به اون مقدار پول لزوما نیستش. همت و اراده، مدیریت کردن، جمع جور کردن، ما تو هدف اینا رو بهش نیاز داریم. میدونی ما فقط کافیه که به یه هدف بتونیم برسیم، به یه هدف بزرگ، به یه هدفی که واقعا
توی ما یه ذوق و شوقی بخواد که ایجاد بکنه. هدفهای بعدی، حرکت‌های بعدی اینقدر برامون سخت نیستش. به نظرت اینجور نیست؟ یعنی مثلا فقط تو کافیه که بری توی یک زمینه خودتو خوب نشون بدی، زمینه‌های دیگر رو سعی می‌کنی که باز هم تو همین قالب باشی. یعنی ما فقط کافیه یه بار دست با چلفتی نباشیم، یه بار تحقیر نشیم، یه بار شکست نخوریم، یه بار میدونی مثلا بالعکسش موفق بشیم، خوب باشیم تا این احساسه بخواد دست بده. تا حالا دیدی به یکی میاد میگن نه بذار فلانی بخونه خوب میخونه، بازم خوب میخونه، بازم یه بار خوب خون، احساس خوبی داشت، تشویق شد. 10 بار تو حمام خون، 20 بار جلو آینه خون و الان بازم میتونه خوب چی بخونه. اصلا این چیز واضحیه. انگیزش از مثل خوندن بیشتر میشه، حتی اگه بدم بخونه تمام تلاشش میکنه که خوب بخونه. ببین کسی که اومده به تو رانندگی رو یاد داده، اگه دم به دقیقه باز کنارت بشینه و به تو اطمینان نکنه، نه میشه تو نشینی، میشه من بشینم، میشه الان اینجوری کنه اونجوری بکنی، اینا به خصوص اگه بارای اولت باشه کار خرابه. ولی اونی که اولین بار، همون بارای اول تو کنارش بودی، رانندگی تو کردی، خوب بود، احساس خوبی داشت و اصلا کلا هر جمع کش گفت آی چقدر خوب رفت، چقدر خوب بود، چقدر فلان که من دیگه با همین میرم، من دیگه با همین میرم، اصلا تو کیف میکنی از این قضیه. ما تو هدفه بچه‌ها نیاز داریم به این که یه سری مشوق‌هایی بیاد جلو ما رو شارژ بکنه. حالا مشوقه توی هدف وقتی قابل اندازه‌گیری میگیم باشه، این نیستش که فقط بخوایم ما کوشش کنیم، تلاش کنیم، عرق بریزیم. نه، واسه پولدار شدن یه جایی بالاخره بخشی از حرکت رو زدیم، بخشی از پوله باید بیاد. این خودش میشه یه تشویق دیگه. نه همین که مثلا هدف ما بخواد زمان بندی شده باشه، من اگه مثلا واسه هدفم بیام بگم 10 روز دیگه، پس امروز باید 1/10 حرکتی بزنم دیگه. نه حالا وقتی امروز 10 زدم، بعد اون بازخوردم اومد، این اتفاق افتاد، مثلا دارم برای کنکور ارشد مثلا دارم میخونم، اومدم یه قسمتی رو خوندم، بعد چند تا سوال اومد، اون سوالا رو تونستم حل بکنم، خب خیلی مشخصه. بعد برای من اون قابل دسترسی بودن چی میشه؟ خیلی باورپذیرتر میشه، من بیشتر باور میکنم بس میشه ها، میتونم ها. حالا با یه سری تاکتیک میتونیم بیایم جلو چیکار بکنیم، کارو برای خودمون بهتر راحت‌تر بخوایم در بیاریم. میدونیم یه سری هدفهای بچه‌هایی که حالا کم سن و سال‌تر هستن و آدم بزرگا مثلا براشون شاید آب خوردن دیگه، به قول معروف آب خوردن. مگه هدف چیه فلانی؟ مثلا می‌بینی 2 روزه یه دونه توپ بادیو گرفته داره با تلمبه با یه بدبختی فوت میکنه، تلمبه میزنه فلان، مثلا آقا این توپشو پر بکن. برای آدم کاری نداره که. یه بادکنک دیدی یه آدم با حجم ریه که داره 1 2 3 بادش میکنه، یه بچه کوچیک نمیتونه بادش بکنه. هدفش اینه که میشه آسان باد بکنه مثل اون یکی، حالا یکی گوش نده، باز این بنده خدا میره کاری میکنه، امتحان میکنه، کارهای مختلف، راههای مختلف. برای ما راحته. چرا راحته؟ به خاطر اینکه به نظر من اصلا برامون 100% قابل دسترسه، 100% مشخصه که این اتفاق باید بیفته. میدونی؟ 100% تو خودمون میبینیم که باید این اتفاق بیفته. آقا چی میشه مثلا به نظرت یه پزشک مثلا وقتی تو خودش میبینه که یه عمل جراحی رو با موفقیت انجام بده، وقتی من و تو مثلا خیلی دلنگران و مضطرب و اینا پیشش میریم، خواهش رو تمنا آقای کاری کن فلان کن اینجوری کن، واقعا از چهرهش حتی آرامش میگیریم، میگم انجام میشه، اوکی میشه، خیالت راحت، فردا رو پای خودتی. دیده دیگه این چیزا رو دیگه، میدونی 100 بار کرده اون کار، 100 بار. پس ببین تمرین میخواد دیگه، کار میخواد دیگه که اون اعتماد به نفس بیاد. من نمیدونم چرا بعضیا میگن من اعتماد به نفس و جرأتشو ندارم، هدف آخه چیزایی که داره میگه آخه گنده است فلان. ببین تو همین جوری دیگه میشینی دیگه، مگه با نشستن میخواد اتفاق بیفته؟ نه. من به نظرم اگر که میخوایم برامون خودمون هدف انتخاب بکنیم، یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. توی تداخل اهداف مختلف نباید بیفتیم. متی امروز اگه می‌خوایم مثلا 4 تا کار با هم دیگه انجام بدیم، ما هیچ کاری انجام ندادیم. میگن یه شکارچی که دنبال 2 تا شکار، حالا 4 تا هم نه، 2 تا شکار همزمان میره، جفتش از دست میده. یه دونه تیر در میکنه، احتمالاً نه به این میخوره نه به اون میخوره، جفت اینا هم چی؟ تمرکز باید بذاری روی یه چیزی، روی یه کاری. اگه روی یه چیزی بخوای تمرکز بذاری بهتره. ما الان تو سن و سال برای بچه‌هامون که خب اکثرا بچه‌ها حدود 20 تا 30 سال هستن دیگه، آماری گرفتیم، اینا خیلی چیزا میخوان، خیلی کارو میخوان بکنن، بعد همه چی هم با هم میخوان. میدونی؟ همه اتفاقا هم با هم میخوان. و چون همه چی هم با هم میخوان، خب پس هیچ کاری انجام نمیدن، پس هیچ کدوم دیگه ندارم. یه اولویت بندی بکنی. کدوم هست که به ما حال خوب میده؟ حالا خیلی برای بچه‌ها مهمه چه جوری بیایم هدف واقعی رو از هدف رویایی جدا بکنیم و ببینیم آقا کدومی که از هدف‌ها واقعیه، کدومی که از هدف‌ها رویایی. حالا رویایی و واقعی رو من بیام بگم همون بحث چند ثانیه پیش من، اولویت دار غیر قابل اولویت. میدونی؟ شدنی و نشدنی ها. ببین شدنی و نشدنیش هم بیام بگم میخوایم اولویت بندی کنیم دیگه. به قول تو میگیم شدنی و نشدنی که اولویت بندی بکنیم. آقا من میخوام یه چیز خیلی ساده بگم.
کدوم هدف هست که الان بهش نرسیدم و ضرر بیشتر داره من میزنه در لحظه. ببین این خیلی نکته مهمیه. چی هست داره من در لحظه ضرر میزنه؟ من هدفم یه خودروه، حالا گیرم همه چی هم گفتم، الان خودرو ندارم داره به من ضرر میزنه، یا اینکه من مثلا دارم مثلا برای فلان آزمون آماده میشم و زبانم ضعیفه، میدونی؟ من مثلا سلامتیم داره با کشیدن سیگار به خطر میفته. ببین چی داره بیشتر به ما ضرر میزنه، یا بهتر بگم خیر چی رو داریم احساس میکنیم بیشتر. ببین اگه شما یه استادکار باشی، در حال عملگرایی بخوای باشی، یا نگاه میکنی میگه باز این آچار رو خواستم و نیست، باز رفتم قرض گرفتم، باز این پیچه رو نتونستم ببندم، باز اومدم با یه آچار نامناسب اینا یک جورایی به جای اینکه تو 1 ثانیه 5 ثانیه 6 ثانیه بندازم گلش یه دونه مثلا یا یه آچار بوکس مثلا کارم رو بندازم، اومدم من با یه دونه دنباریک باز اومدم. ببین احساس نیازش میشه. خیلی نکته مهمیه ها. بچه که بودیم پدر مادر برای ما کی اسباب بازی رو می‌خریدن، اسباب بازی که بسیار بهشون میگفتیم که من به این احساس نیاز دارم، من با چیز دیگه حالم خوب نیستش، فقط اونو میخوام. هر بارم مدرسه میومدیم 10 دقیقه پشت ویترین همون اسباب بازی فروشی که یه اسباب بازی می‌خواستیم بودیم. زمانی که می‌رفتیم خونه فامیل غرق توی اسباب بازی مثلا بچه فامیلمون بودیم، به عنوان مهمون نهار بخور شام بخور بیا، نه همینجوری دهنمون باز. تمام ذوقمون این بود که این در اتاقشو باز بکنه، تو کمدش مثلا اینو در بیاره بیرون و فلان اینا بکنه، ببینیم چی بیشترین سودو داره چی بیشترین ضرر رو داره. حالا بحثمون اینه چه هدفی واقعا دست یافتنی هست، هدفایی که عمدتاً ما باهاشون تداخلای بیشتر داره سنمون. من هیچ وقت دیگه نمیتونم تو این سن برم یک ژیمناست خوب بشم. اصلا سنی که نیاز هست شروع بکنیم، سنیه که شاید بگم چند دهه از عمر من داره میگذره. تو سن من دارن چی کار میکنن ها، بهتر نیست یه کوچولو یه نگاه بندازیم دیگه، ببینیم به فراخور سنمون چه کاریو دقیقاً بقیه انجام دادن ما هم انجام. یکی اینه، یکی این که مثلا طرف یه سری هدفا تو ذهنش داره، میگه که آقا من میخوام الان 20 سالمه، تو سن 35 سالگی میشم یک فضانورد. بعد نگاه میکنه نه از امکاناتشو داره، نه اصلا توی اون فضا هست که اصلا بخواد قاطی اون افراد باشه که اصلا بخواد بشه فضانورد. نه یکم هدف داره، میگه آقا من میخوام مثلا خب یکم مثلا یه هدفی داره، میگه آقا من میخوام مثلا توی 30 سالگی یه 206 بخرم. خب این دو تا هدفو میبینی. آره. منظورم اینه این همون قابل دستیابی بودن و غیر قابل دستیابی. بگم چقدر خودتو کنار 206 میتونی تصور کنی یا در واقعیتت بودی سوار یک 206، نه به عنوان حالا راکب، میدونی، لااقل به عنوان یک همسفر در کنار کسی که داشته رانندگی میکرده، تو کنارش بودی و داری احساس میکنی این قضیه برای من میتونه اتفاق بیفته. چقدر یه دونه 206 رو زیر و بمش رو دیدی، میشناسی، میدونی، اطلاعات داری. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ من اگه عاشق ماشین باشم از پهلو، بغل، جلو، سقف، کف، هر جا ببینم باید بشناسمش. ببین یه چیزی که خیلی از من دوره، اطلاعات من خیلی خیلی کمه. به نظر من فضانورد میخوام بشم، تو باید لااقل از اون 10 قدم تا فضانورد شدن 3 تا 4 تاشو اومده باشی به سمتش که بعد بتونه چیزای بهتری رو ببینی. من الان به شما 2 تا فضاپیما رو اگه عکساشو نشون بدم، تو اسماشم اگه بلد نباشی، بعد چرا داریم برمیگردیم میگیم آقا من میخوام اینجوری باشم اونجوری باشم؟ ببین بعد یه جوری دیوونه یه کاری باشیم دیگه. ببین دیوونه یه کاری بودن یعنی مثلا اون زمان قدیم طرف میخواست بازیگر بشه، از تو روزنامه مجله پوستر همه بازیگرا رو میچسبون در دیوار اتاقش، دست نزنید به اینا پاره شده، با نوار چسب بزنه، ادای همه رو در میآورد، دیالوگ همه رو میگفتش. بعد با یکی از اون لحنا صحبت‌ها که حالا بعضا خیلی تمایل داشت و تیکه کلمایی که از اون بازیگرا که دوست داشت با همه صحبت میکرد، حرف میزد. یه چیز آدم باید ببینه، آدم باید لمس بکنه، آدم باید احساس بکنه. حالا هدف داشتن با استعداد داشتن چقدر میتونه مرتبط باشه؟ من یک هدفی رو دارم، خیلی خوبی گفتی، آره، اما استعدادش واقعا تو من نیست. شاید من مثلا هدف خرید مثلا یک حالا خرید که نمیشه گفت، یا رسیدم مثلا به یه نقطه رسیدم مثلا آره. پزشک شدم، موفقیت ورزشی یا مثلا آقا من پزشک شدم، من هدف اونو دارم، باهاشم زندگی میکنم، بهشم فکر میکنم، ولی واقعا من برای اون کار ساخته نشدم. خب اینو حالا ما چیکار باید بکنیم تو این نقطه؟ بچه‌ها چجوری باید واقع بین باشن که یه لول یه پله از خودمون بالاتر هستن و میتونن این تشخیص رو بدن، مشورت بکنیم. من شاید یه تیکه چوب تو جنگل دارم تماشا میکنم، میگم به به چه چوب خوبیه، چه خوشگله، من فقط دارم پوستش رو نگاه میکنم. از اون چوب هر چی بخوام بسازن استحکام نداره، دووم نداره.
حتی زیبایی اون پوستم بعد از اینکه بخواد بره توی کار از بین میره. اصلا خوب نیست. ببین شما یه وقتی یه چیزی رو نخوردی، مزه‌ای در موردش داری متصور میشی. مثلا من یه مزه‌ای رو دارم احساس میکنم و میبینم. خب کلاغ ملاقه دیگه یکی چیزی سری تو. نه حالا بچه‌ها ما اینم احتمالاً پاک نکنیم براتون بذاریم احساس کنیم یکی از سقف این استودیو داره به ما وارد میشه. واقعا بعضی روزا اسپایدرمن خیلی عجیبه. نه یه پرنده ایه. حالا من یه خاطره‌ای بگم اگه میخوای پاک نکنی اینم بگیم، خاطرم بگیم برای بچه‌ها. یه بار نشسته بودم پشت همین میزا داشتم یه وبینار داشتم برگزار می‌کردم یا لایو اینستاگرام بود نمیدونم چی بوده اینا. یه چند تا پرنده کفترچایی بودن، اینا انگار سرسره پیدا کرده بودن. از سقف دفتر ما که شیب داره شیشه‌ای کره‌ای طوره. اینا دقیقاً میرفتن اون نوک سر می‌خورد تالاپ میافتاد پایین. باز اون یکی سر می‌خورد تالاپ میافتاد. به خدا مثلا انگار سرسره بود. ببین من یه بار دو بار گفتم یکیشون افتاد دیدم نه اینا بازیشونه. اصلا دیگه داستانی شده بود دیگه. الانم بالاخره این اتفاق هستش که بنده خدایی فکر کرده اینجا صافه. دیگه داره سر میخوره چنگالاشو میکشه صدا جرجرش واقعا یه صدای خاصیه این ساعت شب تو اینجا. حالا اینو می‌خواستم بحثم خیلی دور نشه. بحثم خیلی دور نشه. ببین در مورد استعداد نمیخوام بگم چیزی که تا حالا ما نخوردیم مزه‌شو نمیدونیم، اون کسی که خورده مزه‌شو میدونه یا قبلا چشیده یا اون رستوران رفته، حالا هر جوری که حالا دوست داری فکر کن، بالاخره بهش میگیم دیگه ببین چیه این قضیه، خوشمزه است، خورشته، کباب، ترش، شیرینه، فلانه. اگه بگه ترشه و تو از ترش متنفر باشی میگی نه تو رو خدا من دیگه نمیخورم. شیرین ملس خوبه، بعد میگم خیلی دوست دارم ملس، میگه فلان چیزو خوردی، میگه عین همونه، میگه پس من میخوام. ببین چی میخوام بهت بگم؟ ببین یه وقتی هستش که من یک استعدادی درم نیست به قول شما، خودم نمیدونم که درست شد، بعد برم پیش خبره کار. من اصلا نمیگم حالا بیاین پیش مشاورتون تست بگیره فلان کنه، این تستا خیلی باگ توش زیاد داره و خیلی هم زیاده. اصلا تست استعدادیابی و رغبت سنج شغلی، تست تیپ شخصیتی نمیتونه توی هر کسی توی هر سنی برابر باشه. چند درصد میتونه درست باشه؟ ببین شاید مثلا تا 60% بتونه که درست باشه. ولی اگه اون آدم مثلا از دوران نوجوانی بیاد به جوانی شاید 20% فقط درسته، 30% درسته. اگه محیطش عوض بشه، مهاجرت بکنه، کاری بکنه، شاید این آمار کمتر بشه. بره پیش کسی که توی اون زمینه از خودش یه لول بالاتره. ببین خیلی نکته مهمیه. من دوست دارم مثلا قهرمان پرش ارتفاع اسکی بشم. یک بار برم پیست اسکی و ببینم کسی که داره این کار انجام میده و ازش 4 تا سوال بپرسم و بهش بگم به نظر تو من میتونم این کارو کنم، مطمئن باشی مشوق خوب دستتو میگیره میگه بیا بریم. مثلا من که میگم یه تیکه بخور اگه نخواستی حالا بقیه‌شو نخور، بیا امتحان کن. وقتی طرف امتحان کرد و دید واقعا همه چی انگار هماهنگه، اون ذوق و شوق حتی زمین خوردن و میدونی کبود شدن و استرس این که وای الان مثلا اتفاقی بیفته طرف داره به جون میخره، باش عشق میکنه دیگه. باش عشق میکنه. ببین تو انگلیسی عرض دارم خدمت شما یه صفتی داریم به نام هرس فریک، یعنی دیوونه یک کاری. من مثلا دیوونه یک کاری هستم، من مثلا تو کلم بیفته بعد انجام بدم. تو فارسی میگیم طرف کرم یه چیزیو داره، میدونی مثلا دیوونه است، هر چی بره جلو این پیچ باز نشه میگه نه خوشم اومد باز میکنم. تو شطرنج مثلا بره جلو ببینه بازی جمع نمیشه کیف میکنه، تو مسئله ریاضی کیف میکنه. اگه کیف کنیم با هر چیزی این قدم اوله. انشالله بیشتر در مورد هدف گذاری با هم صحبت کنیم. این باشه پارت اول یا قسمت اول حالا در خصوص موضوع هدف گذاری. امیدوارم که بچه‌ها شما هم کلی چیز جدید توی این ویدیو یاد گرفته باشید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون هم بفرستید و منتظر برنامه بعدی ما باشید. موضوع خیلی جذاب و جدید براتون داریم. تنتون سالم باشه. خدا نگهدار. موفق باشید. خدا نگهدار.